در پی آغاز درگیری‌ها میان نیروهای طالبان در بدخشان افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است، سرحدبانان تاجیک به حالت آماده باش آورده شدند. دو منبع آگاه در مقامات قدرتی با شرط فاش نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند فرمان آمادگی مرزبانان تقریباً یک هفته پیش صادر شد. مقامات درباره پرزور شدن نظارت در مرز تاجیکستان با افغانستان رسما چیزی نگفتند. همصحبتان ما در مقامات قدرتی میگویند که بعد کشته شدن یک ساکن 21 ساله ناحیه درواز، مقامات مسئله ارسال نیروهای علاوگی را برای نظارت مرز بررسی دارند. روز 13 اوگوست جسمینه شیرینجان ساکن دهه دشتک ناحیه درواز از تیر سلاح به دستان از افغانستان کشته شد. از این زن یک فرزند یتیم ماند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به خانواده جسمینه شیرینجان همدردی کرده به مقامات دستور داده است که تربیت کودک خردسال او را زیر نظارت بگیرند. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در رابطه با این حادثه به جانب افغانستان یادداشت اعتراضی فرستاده است. در همین حال به ساکنان دهه‌هایی که در مرز با افغانستان زندگی می‌کنند دستور شده است که احتیاطکار باشند. ساکنان چند دهه اطراف شهرک قلعه خم مرکز ناحیه درواز به رادیوی آزادی گفتند که شب 13 به 14 اوگوست برق بعضی دهه‌ها قطع شده است تا حرکت‌ها در دهه از آن سوی مرز دیده نشود. به ساکنان همچنین توصیه شده است که با بلند شدن صدای تیرپرانی در آن طرف مرز در خانه‌های خود بمانند و بیرون نبرایند. در آن طرف مرز در ناحیه نوسه ولایت بدخشان افغانستان درگیری نیروهای حکومتی طالبان و افراد یک فرمانده ناراضی این گروه جمعه‌خوانی فاتح جریان دارد. گفته می شود که طالبان به اینجا نیروهای علاوگی فرستاده است. نوسه افغانستان در روبروی ناحیه دروازه تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان با افغانستان تقریباً 1400 کیلومتر مرز دارد. اکثر منطقه‌های دشوارگذر این قطعه مرزی هنوز مرزبندی نشده‌اند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.